خصیصه بیدار یک صفت اختصاصی بیدار، یعنی اگر کسی بیدار شد این رو حتما براش اتفاق میفته. این خاص بیداره، توحیده، این که بفهمه هیچ چیز از هیچ کس بر نمیاد، همه آثار حال خداست، همه خوابن وقتی مردن بیدار میشن. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. خب وقتی بیدار شدن همه میشن اهل لا اله الا الله. پس خصیصه بیداران چیه؟ توحید است. اگر توی این وادی نیستی هنوز اثری را برای چیزی قائلی، این معلوم میشه هنوز اون نعمت بیداری حاصل نشده. حتی آقا امیرالمومنین یه روایتی دارد فرماد که حتی اگر کسی اثری را از ذکری، از اسمی، از سوره‌ای ببینه مشرک است. اثر را از حتی اسم نباید دید. اسم که اثر داره. اسم چه اثری میتونه داشته باشه؟ مسمی اثر داره. بارها عرض کردیم تصویر از انسان بگیره 1000 مرتبه بگه چراغ، هیچ تأثیری. باید مسمای چراغ بیاد که اینجا روشن شه. مسما باید بیاد، خودت رو در محضر ببینی.